غلامپور چه اشتباهی میکنه، دروازه خالی است. کریمی میتونه از همونجا دروازه رو باز بکنه، یک ضربه زیبا و توی دروازه. گل برای تیم فیروزی، یک گل بسیار زیبا از کریمی. توبلو میره، یه شوت محکم به سمت دروازه، یه گل رویایی میزنه تیم نفت، یه گلی که اصلا تصورش هم نمیشه کرد یه بازیکن از اون فاصله با اون قدرت بزنه. حالا طرفدارای استقلال هوار عرض میندازه، کریم باقری روی پای راستش از شده میزنه و گل! یه گل دیدنی از کریم باقری. 2-1 به نفع پرسپولیس و دیگه از شر این بازی 1-1 خلاص شدیم. پرسپولیس 2 استقلال 1. ضربه فوق‌العاده از کریم باقری و طالبلو رفته تو دایره میانی میدان چیکار میکنه من نمیدونم. حالا اونجا خوشحالیه چقدر خوب زد ضربه‌شو اینجا از راه دور. این ضربه که قطعا محمود فکری هم هست و میکنم برای محمود فکری و گل. چه گلی میزنه این محمود فکری. استقلال 2 پرسپولیس 0. یک ضربه فوق‌العاده از محمود فکری، کسی که هیچ کس فکرش نمی‌کرد اینجا گل بزنه گل میزنه. چه گلی هم میزنه. دورافکن استنلی زاویه محکم از راه دور و گل برای سپاهان. گل برای سپاهان. چه شوتی زد کیروش استنلی. فقط نگاه کرد علی بیرانوند. این زاویه پرقدرت محکم به سمت چارچوب. همه اومدن پایین طرفدار تیم فوتبال سپاهان. خوشحالی دمه آقای نزدیکش هست خود پژمان نوری. میره کریم باقری مقابل محسن خلیلی. ضربه او به توی دروازه. چه گلی میزنه این محسن خلیلی. میره و در آغوش افشین قطبی قرار میگیره. پرسپولیس 1 سپاهان 0. 18مین گل فصل محسن خلیلی. 100,000 زنن و فضا برای هر جفتشون مناسبه. داریوش میزنه، عجب گل وحشتناکی زد داریوش شجاعیان. یه بار دیگه ناجی تیم مسعود شجاعی میشه او و همه رو مات و مبهوت میکنه. پیام پارسا خیلی تلاش کرد توپ رو بگیره ولی موفق نبود تا بازی 1-1 مساوی بشه. لحظه حساسی است. در 85مین دقیقه مسابقه کرار یوسف و توی دروازه بدون دورخیز ناگهانی و یه گل تماشایی برای تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی. تراکتورسازی 2 استقلال 1. خود علیپور، هادی نوروزی، مثلا رامین رضاییان اضافه شده. ضربه از راه دور. چه گلی زد هادی نوروزی. حساب کار 2-2 میشه. فوق‌العاده دیدنی بود حرکتش. پرسپولیس 2 پدیده 2. از اون توپه بود که چسبید رو پای باز هم حسین کاظمی. سرکش و تماشی توی دروازه. حسین کاظمی گلی فوق‌العاده تماشایی میزنه توی دروازه و استقلال دومین گل رو به تیم فولاد میزنه. میرزاپور فقط نگاه کرد. فریبرز گرامی از همونجا گل. یه سوپر گل، یه گل محشر. چی زد؟ همه سراشونو گرفتن. از کادر فنی زوبا هم بگیر تا هوادارا. پشت محوطه حادثفی شوت میزنه حادثفی و گل. عجب گلی میزنه حادثفی. 10 دقیقه 22
بازی 1-1 میشه. حالا این سپاهانیان چه خوشحالن. عجب فوتبال قشنگ و تماشایی بازی سپاهان و رضایی بلند اون سمت، یک ضربه مستقیم توی دروازه، یک گل زیبا و تاثیرگذار از کاپیتان تیم پرسپولیس کریم باقری تا نشون بده که همچنان در پرسپولیس یه جورایی رو پاشنه کریم باقری میچرخه و اگر هم ناز میکنه بعضی وقتا شاید حق داره. پرسپولیس یک بالهای کناری تیم نساجی مرتب جاشون عوض میشه. یک ضربه محکم از راه دور و چه گلی بازی شد 1-1 مساوی. چه شوتی زد محمد میری در خط دفاعی بازیکنان استقلال یه لحظه اشتباه میکنن. حالا فرصت ضربه از همونجا و توی دروازه یک گل استثنایی از مهدی خیری اصابه کار رو 1-0 میکنه. نوید یه بازی فوق‌العاده چیکار کرد؟ رحمتی رو ببین. بایرانی پشت توپ فرار گرفته، تنش داخل محوطه چرخی استقلال. بایرانی حرکت میکنه، این ارسال موقعیت برای گسترش گل برای این تیم با ضربه مستقیم مهرداد بایرانی. چه گل زیبایی به ثمر میرسونه. اسدی پشت توپ، خود رضا اسدی ضربهش رو میزنه، گل برای سپاهان. یک گل وحشتناک عالی، همون همیشگی، یعنی رضا اسدی چه گلی زد. سکنج دروازه علیرضا بیرانوندی که عالی کار کرده بود، تمام توپا رو گرفته بود. این بار موقعیت حساسی است برای تیم ذوب‌آهن. حالا فرشاد محمدی ضربه‌شو میزنه و اینم گل دوم. یه سوپر گل برای تیم ذوب‌آهن. گفتم شوتای سرکش فرشاد محمدی میتونه. خود سید عباسی، کریم لحظی رو تو بستر میذاره، یک ضربه دیدنی و گل برای تیم استقلال توسط علی سامره. عالی زد ضربه رو علی سامره و مثل که متخصص در دقایق ابتدایی دروازه تیم پرسپولیس رو باز کنه این بازیکن. توپگیری خوب از نوری، یه لحظه اشتباه از بیرانوند و یه لحظه اشتباه از بیرانوند. چه باهوش عمل کرد امیر نوری بود. چه کار کرد علیرضا بیرانوند و ورزشگاه منفجر میشه. یه لحظه دید بیرانوند بیرون اومده، بلافاصله از همونجا دروازه این دروازه‌بان رو باز کرد.